شما شب قدر بیدارخوابی کشیده؟ بله بیدارخوابی کشیدیم. شب گذشته شب قدر بود. ما در مسجد محمدیه معروف به مسجد ایشان نورالدین جان در همونجا بودیم تا ساعت 2 شب در همونجا ایستادیم دعا کردیم. خیر یک قسم دعا همین بود که دولت ما خوب شود، پیشرفته شود، جایهای کاری بسیار شود و مهاجرایی که میبینیم هر روز از روسیه مردهشان میآید کمتر شود همینجا آمده کار کنند. دعای اساسی ما همین بود. سلامت باشید. در شب قدر شما از خدای تعالی چی خواستید؟ ما اول از خدای تعالی ایمان کامل خواستیم. دنیا من تنجی و امانی باشه، سری و پوری باشه. میخوایم دیگه دولت ها وره دولت ما جنگ نشود، ما خوشبخت باشیم. مادر همه قچی طلب کردیم از خدای تعالی. شب قدر ده. شب قدر شما از خدای تعالی چی خواستید؟ ما در شب قدر نماز گذاشتیم و از خداوند متعال طلب کردیم خداوند گناههای ما را عفو کند و شاید در کسب کار ما بگیرد، به ما برای راست هدایت کند و تنجی و آرامی را در کشور ما همیشه پابرجا گذارد. بله. سلام علیکم. شما شب قدر بیدار بودید؟ بله البته. خب از خدا چی طلب کردید؟ اصلا من طلب کردم که البته شب قدر بود مقصد به هر یک کشوری ما هر یک چی میگن اهالی ما مقصد سوی یا مقصد کسی چی از داشت چکنه خیلی من خودم ایمان خواست بگم این شب مقصد خودم وقتی مرگ داد ایمان دو نکنم. شب قدر شما بیدار بودید و از خدا چی خواستید؟ در شب قدر ما از خدا خواستیم خداوند امت اسلام از خواب غفلت بیدار کند و مردم مظلوم فلسطین خداوند نجاتشان بده.